توی این ویدیو قرار 10 روز زندگی کردن من توی ماینکرافت هاردکورمو ببینیم. من توی این ویدیو رفتم و یه مکان خوب برای بیسم انتخاب کردم و یه استارتر بیس کوچیک ساختم. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید. مثل از سری سروایور یا هاردکوردی رفتم و یه مقدار چوب کندم تا بتونم باش ابزار سنگیمو بسازم. حالا باید برم دنبال ایده خوب برای بیسم بگردم. پس همراه من باشید. خب دوستان، این نزدیکه یه ویلیج بود. بهتر بریم ویلیج رو لوت کنیم و از لوتاش استفاده کنیم. به یه دونه از همین خونه های اسنوتینگ چیه از همینا پیدا کردم. حالا بهتره که ببینم توش چی داره. بعد شب همینجا بخوابم. خب دوستان، همونطور که می‌بینیم ما زراهای آهنی با یک کفش رو ساختیم. الان فقط مونده هلمت رو با همون شلوار رو بسازیم که اونم بعداً میسازیم با یه سری ابزار. پس تا اینکه ما بریم یه جای خوب واسه استقرارمون چی دارن یا انتخاب کنیم، همراه من باشید. به نظر من اینجا جای خوبیه واسه بیسم. پس همینجا تخت و یه سری وسایل میذارم که بتونم همینجا یه چند شب بخوابم تا برسیم که خونه رو بسازیم. واسه بچه اسم توتیمون هم بگیم که تو کامنت ها چی بذاریم. من از این توتیایی که تو خونه واسهتون رو پایی میزنه. بهتره همینجا فعلا این بذرام بکارم تا بعدا سطح آب بسازم و یه مزرعه بسازم. بهتره برای کم نبودن غذا از هیبلا استفاده کنم تا باش نون بسازم. توی هر ویلیج هم مقدار خوبی با قابل توجهی هیبل هستش که میتونم از همونا استفاده کنم. همونطور که چشمان شما هم میبینه
یه رولینگ پورتال پیدا کردم که فکر کنم رفته داخل زمین. اگه اینجوری باشه که هم در میاد که بخوام دور و برش رو بکنم. به مثل که داخل زمین نرفته بود و راحت میشه ریزش کرد. بعدا همینو پورتال خودمون میکنیم و ازش استفاده میکنیم. البته قراره جای این پورتال بزنیم. یه ایده خفن واسه پورتال دارم که اگه بریم ندر برگردیم میسازمش، چون به کوارتز و اینجور چیزا هم لازم دارم. از این شمشیر میتونم فعلا استفاده کنم برای اینکه دیگه نمیرم زود دیگه. توش اسم مایت هم داره، میتونم ازش راحت استفاده کنم. یه بد کلاچ عالی. یه چست میسازم تا بتونم آیتم های اضافی رو داخل اون بذارم که موقع رفتن به ماین اینا مزاحم نشن و بتونم راحت فول آهن بشم. امشب هم میخوابیم و فردا میریم ماین که ببینیم چقدر آهن میتونیم از یک غار به دست بیاریم. البته اگه غاری پیدا کنیم. تا اینکه غذا هم بپزیم میتونم با همین بامبا یه فارم بامبای کوچیک کنار خونم بزنم که بتونم از بلوک‌های جدید بامبا که وارد ماینکرافت شده استفاده کنم. خب دوستان بریم سراغ ماین که ببینیم چی میتونیم از این ماین به دست بیاریم. من این ویدیو رو برای شما روی اسپید میذارم تا زیاد وقت شما گرفته نشه، چون من قراره که 3 ساعت ویدیو رو الان دارم ادیت میکنم و پای ادیت نشستم. اینجوری میذارم که چون کارهای زیادی کردیم، تقریبا میشه گفت کارهای زیادی کردیم، وقت شما هم تلف نشه. خب اینم از ماینمون. الان به نظرم بهتره که همون فارم بامبایی که ساختیم هم بگیم یکم بزرگترش کنیم تا بتونیم استفاده بهتری ازش داشته باشیم. فقط همین یه چند تا رو میکنم که همین یه چند تا خودش باز میتونه بیشتر بشه واسه خودش. من اینا میکارم و فول آهن میشم، بعدش میریم ادامه ویدیو رو هم ببینیم.
همونطور که میبینید فول آهن شدیم و الان میتونیم با خیال راحت‌تری توی بیسمون راه بریم. پس بریم سراغ ادامه پروژه هامون. حالا که فول آهن شدیم بهتره بریم یه ماین دوباره بزنیم که آهن نیازمون میشه و یه سری آهن داشته باشیم که کم نیاریم. پس بریم که تایم لپسش رو ببینیم. خب اینم از ماینمون. حالا که به بعد رسیدیم بهتره یکم از همین کانکریتاش هم جمع کنیم تا واسه بیل خونمون ازش استفاده کنیم. منم یه 3-4 استک جمع کنم که وقت شما عزیزان نگیرم. پس تا انتهای ویدیو همراه من باشید. الان دیگه ناموسن باید بریم بخوابیم تا این موقعش همین روزای اولی نیان دخت ما رو بیارن و ما بتونیم یه چند روزی توی آرکوردمون حتما زنده باشیم. شما دیگه من نوبو میشناسین دیگه، واسه همین میگم.
خب دوستان این یه روز دیگه از سری ما بریم که یکم گوسفند بیاریم و از این رو چرت و پرتا. بالاخره باید یکم به بیسمون برسیم دیگه. میدونم خسته کننده است، شاید واسه تو خسته کننده هم نباشه، ولی به هر حال بریم سراغش. باز دوباره بهتره که یکم اینونتوریمو خالی کنم و بزنم توی چستم وسایلمو، چون بعضی از وسایلم واقعا به درد میخوره و بازم، ولی به هر حال در این حینی که دارم کار انجام میدم اینونتوریمو پر کردم. مثل اینکه توتیمونم دیگه صدای هرچی رو در میاره. الان هم دیگه داره صدای ویش در میاره واسه من. خب دوستان مثل اینکه قرار هاردکورمون تموم بشه و ویدیو رو باید همینجا قطعش کنیم. بازه نه، الان من مثل یه اسطوره فرار میکنم و غذا میخورم تا جونم پر شه. نه خدا دارم میگیرم و ویچه نیا مرسی، ممنونم بابت اینکه نیومد. توی این لحظه های مرگه که من تارزانم میتونم بشم. فکر کنم حالا دیگه دیسپان شده، حالا بریم به ادامه کارمون بریم. ما تعداد کمی چوب داریم، پس بریم یکم چوب بزنیم تا یه چوب مقدار کافی داشته باشیم. بالاخره برای بیلد کردن و اینجور چیزا چوب به کارمون میاد. بریم سراغ. خب اینم از اینا میگیریم بریدشون میکنیم تا زیادتر شن، اما چون ما به پشمشون واسه پروژه های بعدی نیاز داریم و همینطور به گوشتشون برای غذا. حالا اینجا صاف میکنم که بتونم خونم رو روش بسازم.
حالا یکم دیزاین واسه استبلمون. و حالا بهتره یکم بخوابیم تا فرداش رو بریم به ادامه پروژه‌مون برسیم. اولین چیتایی که توی بازیمون میبینیم حالا که سخت دارم میتونم بگیرم خودم واسه خودم مزرعه بسازم. پس چه کاریه؟ میرم سراغش و از همون مزرعه‌ای که سر همون ویلیجر بدبخت گرفتیم استفاده کردیم بذرامون رو میکنیم و خودمون یه مزرعه میتونیم ایجاد کنیم. ولی من فعلا مزرعه رو ایجاد نمی‌کنم تا کلی کار دیگه داریم مثل ساخت خونه و بهتره که یه چند تا سبلینگ همین درختای جنگل رو بگیرم کنار هم بکنم که چوب نیاز داشتم همین یه درخت بزرگ کنارم باشه که بتونم راحت ازش استفاده کنم. حالا بهتر اینا برید کنم تا زیادتر بشن. یک چند تا فنس دور بامبام میذارم، بعدم فنس ها رو زیادتر میگیرم. الان فعلا همینا در دسترسم بود. الان که آپدیت 1.20 اومده و این چوبای بامبو اومدن، منم که این تیک رو گرفتم که از همه بیلدام باید توشون استفاده کنم. راستی اگه تا اینجا ویدیو اومدی لایک و کامنت و سابسکرایب یادت نره، چون حتما که تا اینجا دیدی یعنی خوشت اومده. اگه هم خوشت نیومده بازم یادت نره، چون از من تازه کار حمایت کنی و من بتونم دیده بشم. اگه ایرادی هم از من توی کارا میبینین حتما به من بگین تا بتونم پیشرفت کنم. دیگه زیادی سرتون رو در نیارم، بریم سراغ ادامه ای کارامون. اینجا دارم صاف میگم که چون نظرم اینه که خونمون رو میخوام همین کنار جای بدمون بسازم که راحت به هم به استبلمون دسترسی داشته باشیم، هم به مزرعه بامبومون، هم به نظرم جای بهتریه. خب دوستان، الان وقتشه که بریم سراغ چیزی که خودم دوست دارم، سراغ بیلد کردن خونمون که بالاخره یه جایی داشته باشیم که بتونیم از دست این موجودات ماینکرافت در امان باشیم و نمیریم به همین سادگی.
خب دوستان ممنونم که تا اینجا ویدیو نگاه کردین. ببخشید واسه تایم زیاد ویدیو اگه سرتون در آوردم، متاسفم، ولی این شد نتیجه خونمون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا ویدیوهای دیگه، خدا نگهدار.